خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان با تکیه به یکی از نزدیکان حاجی ذکرالله شریپوف خبر داد که این صاحبکار تاجیک مقیم روسیه در دوشنبه وفات کرده است. ذکرالله شریپوف مالک طرفخانه ستار دوم، سلسله مغازه ها و شرکت الیسا در مسکو برای کمکش به مهاجران او را یاری تعجیلی مهاجران در زمان کرونا ویروس مینامیدند. برای عیادت مادر بیمارش به تاجیکستان آمده است ولی خود در اینجا بیمار شده است. به گفته امصوبت سپوتنیک او تا آخر اراده قوی داشت و امیدوار بود که به پا میخیزد. منبع افزوده است که مادر ذکرالله شریپوف روز 23 ایول بندگی کرد، اما به دلیل بد بودن وضع سلامتی صاحبکار درباره درگذشت مادرش به او خبر ندادند. گلچهره خالمیرزایوا از نزدیکان ذکرالله شریپوف اظهار داشته است که حاجی ذکرالله برای همه برادر بود و امید داشت که چون پدرش که به صد در اومده بود عمر دراز بیند. روز رفتنش خوشحال بود که نزد مادر میروم کمی بیمار شده است. گفت پدر تو سن 100 رسیده بعد رفت. از مادرم خواطرم، مادر مهربانت فرزند عزیزش را با خود برد. دیدار به قیامت دادر عزیزم، نوشته است خالمیرزایوا. ذکرالله شریپوف روز 30 ایول وفات کرد. سفارت تاجیکستان در روسیه در یک نامه تسلیت مرگ ذکرالله شریپوف را درگذشت نابهنگام نامیده از او به عنوان یک صاحبکار سخاوتپیشه و نکوکار یاد کرده است. ذکرالله شریپوف عضو شورای جمعیتی بود که در سفارت تاجیکستان از حساب نمایندگان با نفوذ جمعیت‌های تاجیکان روسیه تشکیل شده است.